دیدی بالاخره بیدارش کردیم. بفرم. به به دخمال بابا بیدار شده. گشنت شده بابا جون. بیا الان برم شیر کتی خانم حاضر کنم وگرنه خونه رو میذاره رو سرش. بخواب بابا همین الان. بذار ببینم. بابا بوی چی میاد؟ بو؟ داده بیداد نهارمون سوخت. بگیر بابا. زغال شد. بابا نهارمون سوخت. نتیجه بازی کردن همینه دیگه. سوخت. بفرما. بابا دیگه نهار نداریم؟ نمیبینی سوخت؟ بذار اقلا شیر بچه رو آماده کنم. بابا من گشنمه. منم گشنمه. دندور جگر بذار. تو کجا گذاشته؟ بیا بابا. جوریه؟ بابا جیش دارم. نمیتونی دقیقه نگرش داری؟ جیش دارم بابا. نمیبینی کار دارم؟ نگرش دار. نمیشه. نه ترس نمیمیری. محاله یه چیزی رو یه جایی بکنم بتونه پیداش کنم. محاله. چه سر جاش نیست. زنگ میزنن. بابا مامانچینم اومد. بپوش سرما میخوری. بابا پس مامان جون کو؟ چه میدونم. سلام. قبض اون بالا. خواهش میکنم. بابا چیش دارم. بودو زود باش. بودو. بابا فقط 2 تا تخم مرغ داریم. نون چی؟ نون؟ آره. چی شد؟ بالاخره نون داریم یا نه؟ داریم بابا جون. ببینم خیلی گشنته پسر. آره. تو بلدی به کتی شیر بدی؟ آره بابا. ببینم. بیا. تا تو به خواهرت شیر بدی بابا میره نهار حاضر میکنه که با هم دیگه بشینیم و بخوریم. به شرطی که با نون خودتو سیر نکنی پسرم. باشه. بش بده. بیا. بگی. بخور دیگه.
من جونمو میخوام. پسرم چرا امشب خواب زده شدی؟ برو تو اتاق بابا جان. برو عکسای مامان بزرگ و عمه رو تماشا کن. بابا که اومد همه رو واسش تعریف کن. باشه؟ برو بابا جان. دایی جون، عمه جون، مامان بزرگ، اینم خودم، اینم مامان جونم. انقدر به گوشمون خوندن، انقدر مثل سگ و گربه ما رو به جون هم انداختن تا بالاخره کشوندنمون پای میز طلاق. کین، بله اطمینان دارین که میتونین بچه ها رو خودتون بزرگ کنین؟ بله من با اجازه بدین. اجازه بدین. روی این مسئله به توافق رسیدیم. اینم رضایتنامه‌ای که نوشته و امضا کرده. شهودم حاضرن. بفرمایید. بله. با این همه برای آخرین بار به هر دوی شما توصیه میکنم به خاطر بچه هاتونم که شده اختلافاتتون رو کنار بذارید و برگردید سر خود. تا همینجاش هم که باش زندگی کردم واسه 7 پشتم بسته، مثل سگ پشیمون. کجاش دیدی از این پشیمونترم میشی؟ منتها دیگه راه برگشتی وجود نداره خانم. اگه میخواستم برگردم که ازت جدا نمیشدم. من دارم تو رو طلاق میدم. اینو باش. تو؟ من دارم از شرت خلاص میشم. زودتر لطف کن تا پشیمون نشدی امضاش کن. پس چی که امضا میکنم؟ مگه پشت گوشتو ببینی که دیگه منو تو اون خونه ببینی؟ برگردیم دیگه رات نمیدم خاطر جمعش. وای، نمیبینی پشت چشام که تو وامونده واسه برگشتن به اون هلفتونی؟ خواهیم دید. خواهیم دید. آقا تو رو خدا زودتر من از دست این موجود نجات بدین، جا سکته نکردم. متاسف. پس اینجا رو امضا کن. مگه صبحونت نمیخوری؟ لباسامو بپوشم الان میام. سلام. سلام. به نظرم یکم سفت شده باشه. اگه اصلی نیست بذار باشه واسه فریده. وا، مگه میخوای دلت تو اداره ضعف بره؟ تازه با حال و روزگاری که اون داره فکر نکنم بتونه اصلا لب به این چیزا بزنه. همچی از اشتها افتاده که انگار شکم نداره. بیدار نشده؟ گیرم تا لنگ زور بخوابه. بچم از 7 دولت دیگه آزاده. نه غصه جارو پارو کردن داره، نه غم پخت و پز. بچه هاشم نیستن که به سلابش بکشن. والا منم اگه جای اون بودم همین کارو میکردم. اون نمکو بده منم. اگه عقل داشته باشه تو یه هفته اصلا از جاش تکون نباید بخوره بلکه جون بگیره. نگاه نداره قافلتون خراب شده چه جونی کند. کوه رفت کاه بیرون اومد. چه خبرته؟ بیا. با صفحه کیو گذاشتی؟ بله.
چایی تو بخور، تو کار بزرگترام دخالت نکن. تقصیر گوشامه، به من چه که میشتوفم؟ پنبه توش کن. مگه شیرین نه نمیخوری؟ دیرم میشه. یه لقمه واسط بگیرم تو راه بخور. نه ورزش داریم، نمیخوام سنگین بشم. خداحافظ شما. میبینی از حول دنبال توپ دویدن از خوردن از آقا جون گذشت. خبری نشد؟ نه مثلا قهر کردی، دلش به حال دخترش که برگشت خونه خودش خیلی آتیش گرفته. دوستی خاله خرسه. همچین باید خدا رو شکر کنه که تونسته خودش رو آزاد کنه. تازه حالاست که میفهمه زندگی کردن یعنی چی. هر وقت میرفتم خونشون دریغ از یه هل پوک، همیشه خدا یخچالشون خالی بود. آخه با چندرقاس حقوق که پول سیگارم نمیشه چطور میشه زندگی نگو کرد؟ مادر، آتیش رو دلم نذار. خدا به سر شاهد، هر وقت حرفشو میزنم دل خودم هم آتیش